در شبکه‌های اجتماعی نواری پهن شده است که در آن لحظه تیر خوردن یک فلسطینی به یارق ثبت شده است. او کوشش می‌کرد به نقطه تقسیمات کمک انسانی که از جانب آمریکا در غزه تشکیل شده است برسد، ولی هنگام نزدیک شدنش از طرف یک سنایپر هدف قرار گرفته پرانده شد. در ثبت ویدیو که خود تروریستان اسرائیلی آن را نواربرداری کردند صداها شنیده می‌شود. او به سمت محور کوین نزدیک می‌شود. نمی‌توانی او را نادیده بگیری. همه چیز روشن است بالای راننده. انا او افتاد. فکر میکنم او افتاد. این نوار خود تروریستان اسرائیلی ثبت نموده سپس با هدف تمسخر در شبکه‌های اجتماعی پهن کردند. این عمل موج خشم و ناراضگی مردم را به بار آورد. کاربران شبکه‌های اجتماعی حادثه را قتل صحرایی و جنایت بی‌سابقه در تاریخ نامیدند. طبق معلومات وزارت تندرستی غزه، تنها در نقطه‌های تقسیمات غذا که از جانب رژیم اشغالگر اسرائیلی که با استفاده از یک شرکت تحت اداره آمریکا تشکیل شدند، زیاده از 2000 فلسطینی کشته شده و بیش از 13500 نفر جراحت برداشتند.